یک مرد 32 ساله ساکن کوچه پختاباد جماعت فیروزآباد شهر کنیبادام با اتهام قتل بهرامانه مادر 65 سالش دستگیر شده است. اکبر شریفی سخنگوی ریاست وزارت کارهای داخلی ولایت سوخت شام دهم دکامبر سال 2023 در نشر نوبتی برنامه تلویزیونی ملیس خبر میدید خبر داد که شهریار نورماتوف روز 24 نوامبر مادرش حلیمه جان نورماتووا را در خانه‌اش با 136 ضرب کورد کشته است. در گزارش گفته می شود که مادری که کشته شد از سال 1993 اینک 30 سال باز از بیماری رویی نیز رنج می برد. این زن 3 فرزند داشته است و در خانه همراه پسر خردی شهریار نورماتوف زندگی می کرد. روز 24 نوامبر بین مادر و پسر در حجره خواب پسر مناقشه برخاست که با چنین عاقبت مدهش قتل مادر از دست فرزند انجام یافت. اکبر شریفی این جنایت را خیلی دردناک به قلم داده گفت مادر مشرفر که در سن 65 سزاوار مهربانی و نوازش از جانب فرزندان بود، از جانب فرزند نوخلف با یک بیرحمی مخصوص کشته شد. سبب مناقشه مادر و پسر گفته نشده است، ولی در جریان گزارش دیده می شود که شهریار نورماتوف چگونه مفصل جریان حادثه را نقل می کند و چگونه مادرش را کردباران کردن خود را نیز مو به مو نشان می دهد. او می گوید کرد را گرفت و طرف من آمد و زدنی شد. من کرد را از دستش کشیده گرفتم، یک ضربه به رویش زدم، بعد به شکمش زدم، بعد به دستانش زدم، بعد به گردنش زدم، به سرش زدم، غلطیدند و مردند. شهریار نورماتوف بنا به نقل خودش بعد کشتن مادرش سر و لباس خانولود او را عوض کرده به تنش لباس دیگر پوشانده است و به حجره دیگر برده در بسترش خوابانیده است. او همین طور فرش خانولود حجره خواب و کردی را که با آن به بدن مادرش 136 ضربه زده بود تازه شسته است تا که ایز جنایت گوشتاشونید را پاک کند. شهریار نورماتوف تنها بعد یک روز به خویش و تبار از مرگ نابهنگام مادرش خبر داده است، ولی طور برادرزاده حلیم جان نورماتوف نقل کرد آنها اول در گردن مرحوم ایز زخم کرد را دیده به مرگ طبیعی عمش شبهه کردند. اکبر شریفی گفت تفتیشات فرضیه بیماری روانی داشتن شهریار نورماتوف را نیز توسط انجام تشخیص‌های طبی و روانی تحقیق می‌کنند، ولی او تا کنون در قید بیمارخانه رویی قرار نداشت. به ضد شهریار نورماتوف بر اساس ماده 104 با اتهام آدمکشی با بیرحمی مخصوص پرونده جنایتی گشودند. به او از 15 تا 25 سال زندان یا حبس عمرباد تهدید می‌کند.